یه لیست بلند بالایی از مریض هایی هست که نباید عمل جراحی چاقی بکن. یک، مریض هایی که سوء مصرف مواد یا الکل دارن، مریض هایی که BMI پایین دارن. یه عالمه مریض برای ما کامنت میذارن من BMI هم 31، دختر خالم میخواد 3 ماه دیگه عروسی بکنه، من یه استیف بکنم لاغر شم. این با هیچ منطقی سازگار نیست که شما فقط بخواد دیگه توی عروسی خوشگل بشین، خوشتیپ بشین، بیاین عمل بکنین. BMI مثلا 30 31 29 اینا نمیخواد عمل بکنن. مریض هایی که حمایت خانوادگی نداره، یعنی مریض الان غذا نمیتونه بخوره، راحت نیست، حالا سر سفره خوب نمیتونه غذا بخوره، شوهرش همش مدام بهش میگه یعنی چی تا دیروز غذا میتونستی بخوری، الان که نمیتونی بخوری این عملو کردی، و هیچ حمایتی از این بنده خدا نمیکنه. و اینها موارد مختلفی هست که میتونه مریض رو از عمل ما مریض رو از عمل منصرف میکنه.